الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ iyi misiniz؟ من زهرا سمایی هستم، مدرس زبان فارسی از کانال المصطفی قرآن تیوی در خدمت شما هستم با یک درس دیگه از درس‌های زبان فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ iyi misiniz؟ من زهرا سمایی هستم، مدرس زبان فارسی با یک آموزش دیگه ای از آموزش‌های زبان فارسی در خدمت شما هستم. از کانال المصطفی قرآن تیوی خدمت شما تدریس میکنم. خب، عنوان درس امروز ما هست ساعت و زمان. ساعت و زمان. ساعت و زمان. عنوان درس ما هست ساعت و زمان. درس نهم، ساعت و زمان. خب، بریم سراغ درس ببینیم ساعت و زمان چی هست. میخوایم در زبان فارسی یاد بگیریم که چطور ساعت رو بخونیم. ساعت رو در زبان فارسی چطور بخونیم. ما اینجا تعدادی ساعت داریم. لطفاً به ساعت‌ها خوب دقت کنید. من یک بار میخونم، شما هم تکرار بکنید. بعد میریم ببینیم که میتونیم ببینیم به زبان ترکی چطور شما میگید این ساعت‌ها رو. اولین ساعت 12. تکرار کنید. 12. 12:05. 12:05. 12:10. 12:10. 12:15. اون بش 15 دقیقه. 12:15. 12:15. 12:20. 12:20. 12:30. 30. 12:30. 12:15. 12:15. 12:40. کرک. 12:40. 12:40 میشه 20 دقیقه به یک. 20 دقیقه به یک. 12:45. 12:45 یعنی یک رو به یک. 12:50. 12:50 یعنی 10 دقیقه به یک. 12:55. 12:55 یعنی 5 دقیقه مانده به ساعت یک. خب، حالا باز یه بار دیگه برمیگردیم و با ترجمه براتون میخونم که راحت تر بفهمید. 12 ساعت چنده؟ 11 میشه ساعت 11. ساعت 12. 12:05 میشه ببخشید 12 میشه ساعت 12. 11 میشه 11. 12 12 دقت کنید مثل من اشتباه نکنید. 12 ساعت 12. 12:05 میشه 12 geçiyor یعنی ساعت 12:05. 12:10 میگین 12:10 یعنی ساعت 12:10. 12:15 میگین 12:15. 12:15 و برای 12:15 برای 15 ما میگیم رب. کلمه رب در زبان ترکی میشه چیرک.
پس 12:15 میشه 12 çeyrek geçiyor. 12 çeyrek 12 çeyrek geçiyor. بله ربع میشه چیرک. بعدی چیه؟ 12:20 20 چیه؟ 20. بله 12:20 میشه 12:20. خیلی ساده است در زبان ترکی هم مثل زبان فارسی. 12:30 یعنی 30. بله ما این رو به دو روش میگیم، یا میگیم 12:30 یا 12:30. نیم در زبان ترکی میشه 12:30 یعنی 12:30 یعنی نیم، 12:30. 12:30 12:30 12:30 یعنی 12:30. بعدی چیه؟ خب از ساعت 12:30 که گذشت ما به دو روش میخونیم ساعت رو. یه روش اینه که دقیقه رو بخونیم، یعنی بگیم 12:40. 12:40 میشه 12:40. ولی در زبان فارسی زبانان تمایل دارن میخوان که به روش ساده تری ساعت رو بخونن. مثلا نمیگن 12:40. کوتاه‌تر اینه که بگیم 20 دقیقه به 1. 20 دقیقه به 1 میشه بیره یرمی وار، یعنی 20 دقیقه به 1. بله؟ خب پس ساعت بعدی 12:45. گفتیم 15 دقیقه یعنی چی؟ یعنی ربع در فارسی. پس 12:45 میشه 12:45 و روش دیگه 20 دقیقه ببخشید 1 ربع به 1. 1 ربع چی بود؟ شد بیره چیرک وار. بیره چیرک وار یعنی 1 ربع به 1. بله 12:50. 50 یعنی اله. 12:50 میشه 12:50 و روش دیگه 10 دقیقه به 1. 10 دقیقه به 1 میشه بیره اون وار. بیره اون وار یعنی 10 دقیقه به 1. 12:55 12:55 12:55 که 5 دقیقه به 1 راحت تر تلفظش و گفتنش میشه بیره بشوار. شما هم در زبان ترکی فکر میکنم همین که کوتاه‌تره استفاده میکنین. بیره بشوار یعنی 5 دقیقه به ساعت 1. بله؟ خب این از این قسمت. پس ساعت‌ها خیلی ساده هست مثل عددها. نکته‌ای که اینجا داریم اینه که در زبان فارسی می نویسیم 12:05 12:10 اما اگر دقت کنید من نخوندم 12:05 من برای شما خوندم 12:05 یعنی 12:05 و به صورت او خونده میشه. میگیم 12:05 12:10 می نویسیم، می خوانیم 12:10 12:15 می نویسیم و می خوانیم 12:15 یا 12:15. 15 معادل 1 ربع هست در واحد زمان. پس دقت کنید و ها همه به صورت او خونده میشه. ما نمیگیم و، میگیم او. 12:30 20 دقیقه به 1 12:30 12:40 اینا همه او خونده میشه. خب بریم ببینیم صفحه بعدی یا تمرین بعدی چطور هست. 2:05 گفته تمرین رو مانند مثال 2 ردیف رو به هم وصل بکنید. یعنی یه طرف عدد نوشته شده، یه دفعه با حروف نوشته شده. اینها رو باید به هم وصل بکنید، کانکت بکنید. 2:05 این چیه؟ 2:05 2:05
و 5 دقیقه می نویسیم، 2 و 5 دقیقه می خونیم. شماره بعدی، شماره 2، 4 و نیم. 4 و نیم یعنی 4 و چند دقیقه؟ 30. آفرین. 4 و 30 دقیقه. گفتیم نیم میشه 30 دقیقه. 9 و 35 دقیقه. 9 و 35 دقیقه یعنی 25 دقیقه به 10. شماره 4، 1 ربع به 11. 1 ربع یعنی چند؟ 1 ربع یعنی چند دقیقه؟ بگید. 1 ربع یعنی 15 دقیقه. آفرین. 1 ربع به 11 یعنی ساعت 10 و 45 دقیقه. 10 و 45 دقیقه. 6 و 25 دقیقه. 6 و 25 دقیقه. کدوم میشه؟ بله، 6 و 25 دقیقه. و شماره 6، 10 دقیقه به 8. 10 دقیقه به 8 یعنی چی؟ یعنی 7 و اله یا 50 دقیقه. بله، 10 دقیقه به 8 یعنی 7 و 50 دقیقه. اینم از این تمرین. خیلی ساده بود نه؟ خب بریم قسمت بعدی. اینو حتما بنویسید. بله، میریم قسمت بعدی، شنیدن. در قسمت شنیدن صوت رو میشنوید و در اون 1 ساعتی بیان میشه، گفته میشه. اون چیزی که میشنوید رو اینجا مینویسید. مثلا صوت شماره گفته ساعت 8 و 30 دقیقه یا 8 و نیم. مثلا صوت دوم میگه ساعت مثلا 9 و 15 دقیقه. مثلا نمیدونم، باید گوش کنید ببینید چی میگه. اون عدد رو اینجا مینویسید. خب این تمرین رو هم حتما انجام بدید. بریم قسمت بعدی، به زمانها. ما چند تا زمان داریم، واژه داریم که در واحد زمان استفاده میشه. چیا هستن؟ شب، عصر، بعد از ظهر، ظهر، صبح، سحر. ببینیم اینها از چه ساعتی تا چه ساعتی به این زمان اختصاص داده میشه. ما اینجا یک تصویر داریم که چی شده؟ ساعت داره. از ساعت 1 شروع میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 میشه ساعت 1 بعد از ظهر. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و 24. 1 شبانه روز یعنی 1 شب به اضافه 1 روز. زمانش چقدره؟ 24. بله، 24 ساعت. 24 ساعت. خب میخوایم ببینیم این 24 ساعت هر زمانش رو ما چه نام میذاریم. بله، از ساعت 1 بعد از نیم شب تا ساعت 5 مثلا، اینو بهش میگیم چی؟ بامداد. تا قبل از طلوع خورشید، تا قبل از اینکه گنش بیاد بالا، خورشید بیاد بالا، ما بهش میگیم بامداد، که در زبان ترکی میشه سحر وقته، یعنی وقت سحر. بله، وقتی که برای نماز صبح هست، نماز شب هست، تاریک شبه. وقتی که خورشید گنش میاد بالا، طلوع میکنه، زمان میشه زمان صبح، یعنی صباح، صبح. از چه ساعتیه؟ از این ساعته. مثلا از ساعت 6 میاد تا ساعت 11 میشه چی؟ صبح، صباح. از 6 صبح تا 11 صبح. از 11 که گذشت میشه ساعت 12. اون یکی خورشید گنش در وسط آسمانه. این زمان میشه زمان ظهر. یعنی چی؟ یعنی زمان اولن، روز، وسط روز هستید، ظهر هست. پس ساعت 12 و ساعت 1 دیگه تقریبا وقت ظهر هست، اولن. از ساعت 1 که گذشت
میگیم بعد از ظهر، از ساعت 1 به بعد، بله میشه بعد از ظهر که میگن اولندن سونرا، یعنی بعد از ظهر. اولندن سونرا یعنی بعد از ظهر. تا چه ساعتی هست؟ اولندن از ساعت 2 تقریبا شروع میشه تا ساعت 5 مثلا، میشه بعد از ظهر. بعد از ظهر. وقتی که بعد از ظهر گذشت، تمام شد، خورشید یا گونش داره چی؟ غروب میکنه، میاد پایین غروب میکنه، میگیم غروب خورشید. و اون زمانی هست که زمان نماز مغرب، از ساعت 6، بله از ساعت 6 تقریبا تا ساعت 8 و 9، اینها میشه غروب که بهش میگیم آکشام در زبان ترکی. آکشام. بعد از آکشام هوا تاریک میشه، یعنی دیگه شب میشه و تا ساعت 12 شب میشه گجه، یعنی زمان شبه. بله پس این آخری هم تا ساعت 12 میشه زمان شب. بله پس ما اینجا 6 تا واحد زمان داشتیم، 6 تا کلمه برای شبانه روز، 24 ساعت یعنی یک شبانه روز. بله سحر یا بامداد، صبح یا صباح، ظهر یا اولن، بعد از ظهر بود اولندن سونرا، غروب شد آکشام، شب شد گجه. بله خب اینم از این کلمات. این زمانها رو یاد بگیرید. خب بریم قسمت بعدی. مهارت اوکوماک یا خواندن. چیه؟ خواندن یا اوکوماک هست که یه متن داریم اینجا. متن رو من میخونم، شما با دقت خط میبرید و شما هم میخونید تا کامل متن رو بفهمید. مهارت خواندن یعنی متن را بخوانید و بفهمید که متن چه میگوید، چی داره میگه. اگر سوالهای بعد از متن رو درست جواب بدی یعنی متن را کامل فهمیدی. بله پس بریم متن رو با هم بخونیم. من میخونم، شما هم تکرار کنید. اسم من حسین محمدی است. من مهندس کامپیوتر هستم. کامپیوتر میشه bilgisayar. مهندس. من مهندس کامپیوتر هستم. من 30 سال دارم و اهل ایران هستم. ایرانلیم. من صبحها ساعت 5:30 از خواب بیدار می شوم. 5:30 میشه چند؟ بله 5:30 یعنی 5:30. وضو می گیرم، آب دست، نماز می خوانم، نماز، و حدود ساعت 6 صبح تا 7 صبح در پارک ورزش می کنم. ورزش چی بود؟ سپور. ورزش می کنم. سپور یا پیورم. من هر روز از ساعت 7 تا 7:30 با همسرم صبحانه میخورم، کاهوالته، و ساعت 8 با اتوبوس سر کار میروم. سر کار. من معمولاً ساعت 12:15 یا 15 سر کار نماز میخوانم. ساعت 2 بعد از ظهر با تاکسی به خانه برمیگردم و با همسرم نهار میخورم. نهار چی بود؟ اولن یمی. نهار میخورم. ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر استراحت میکنم و ساعت 4 سر کار میروم و ساعت 8 شب به خانه برمیگردم. ساعت 8 میشه 8. ساعت 8 به خانه برمیگردم و نماز میخوانم. من و همسرم ساعت 8:30
شام میخوریم. بعضی وقتها عصرهای جمعه به پارک یا سینما میرویم و در رستوران یعنی لوکانتا شام میخوریم. آکشام yemeği. ما هر شب کمی تلویزیون میبینیم. کمی یعنی بیراز، کمی. و قبل از خواب چند صفحه قرآن میخوانیم. ساعت 11:30 یا 11:30 شب مسواک میزنیم و میخوابیم. اینم برنامه آقای حسین محمدی و خانومش که با هم دیگه خوندیم. بله؟ خب حالا میخوایم بریم تمرینش رو حل بکنیم، ببینیم شما چقدر فهمیدید. خب شماره 1 باید این جمله ها رو کامل بکنید. یعنی چی؟ یعنی از توی متن اون چیزی که فهمیدید رو اینجا بنویسید. ساعت جای خالی از خواب بیدار میشه. کی؟ آقای محمدی. آقای محمدی ساعت چند از خواب بیدار میشه؟ کاچ ساعت؟ بگید چند؟ آفرین، ساعت 5:30. 5:30 از خواب بیدار میشه. شماره 2 آقای محمدی از ساعت تا ساعت ورزش میکنه. از ساعت چند تا چند؟ از ساعت چند؟ 6 تا 7. از ساعت 6 تا 7 صبح ورزش میکنه در پارک. از ساعت چند تا چند صبحانه میخوره؟ چند تا چند؟ 7. آفرین، تا 7:30. 7 تا 7:30 یعنی 7:30. شماره 4 صبحها ساعت چند؟ آقای محمدی صبحها ساعت چند به سر کار میره؟ سر کار میره. کی؟ آقای محمدی ساعت 8. آفرین، ساعت 8 سر کار میره. اونها ساعت چند نهار میخورن؟ منظورش از آنها آقای محمدی و همسرش هست. میگه من و همسرم به خانه برمیگردم ساعت 2 بعد از ظهر به خانه برمیگردم و با همسرم نهار میخورم. پس میشه ساعت 2. شماره 6 از ساعت چند تا چند استراحت میکنه آقای محمدی؟ استراحت کجا بود؟ استراحت از ساعت 3. آفرین، تا ساعت 4. براوو، اکسلنت، خیلی خوبه. از ساعت 3 تا 4 استراحت میکنه. و ساعت چند مسواک میزنن و میخوابند؟ بله، آقای محمدی و خانومش ساعت 11:30 مسواک میزنن و میخوابن. درسته؟ Anladınız mı arkadaşlar? فهمیدین؟ ساعت 11:30 مسواک میزنن و میخوابن. این یه متن بود. شما متن رو یک بار دیگه بخونید حتما و به سوالات خودتون پاسخ بدین. من این جوابها رو پاک میکنم. پس یه بار دیگه متن رو خودتون شما بخونید و به سوالات پاسخ بدید. جواب هر سوال داخل متن موجود هست. خب بریم قسمت بعدی. بله، قسمت بعدی. خب در این قسمت ما چی داریم؟ یه پیش گفتگو داریم. در پیش گفتگو واژه‌های جدیدی رو یاد میگیریم. زمان به اضافه ها. زمان به اضافه ها یعنی های جمع اضافه میکنیم به زمان در زبان فارسی. مثلا اگر شما هر روز صبح ورزش میکنید، میگید من صبحها از ساعت 6 تا 7 ورزش میکنم. چون هر روز صباح هست، پس میتونید بگید صباح لر، یعنی صبحها جمع میبندیم.
اینطور در زبان فارسی هست. نمیدونم در ترکی هم هست یا نه، به اینجا نرسیدیم بپرسم. خب کلمه بعد ظهر. ظهر چی بود؟ اولندن. البته ظهر اولن. ظهر به اضافه ها میشه ظهرها. من ظهرها ساعت 1 ناهار میخورم. وقتی میگید ظهرها یعنی هر روز ظهر، یعنی هر گون اولن. هر روز ظهر میشه ظهرها. بعد از ظهرها، بعد از ظهر چی بود؟ اولندن سونرا. بله، پس وقتی میگم بعد از ظهرها یعنی هر گون بعد از ظهر، هر گون اولندن سونرا من چای میخورم. بله، چای میخورم. و شبها، عصرها، شبها، جمعه ها یعنی هر جمعه من جمعه ها به حرم میروم. یعنی هر جمعه، هر جمعه به حرم میروم. پس این ها به معنای تکرار هست، به معنای هر تکرار هست. بله، اینو دقت کنید. خب من صبحها ساعت 5 صبح از خواب بیدار می شوم. یعنی من هر روز صبح، هر گون صبح ساعت 5 بیدار میشم، از خواب بیدار میشم. بله، همکلاسی من دوشنبه ها و پنجشنبه ها خرید می کند. همکلاسی من چی بود؟ سینیف آرکاداشم. همکلاسی من دوشنبه ها یعنی هر هفته دوشنبه خرید میکنه. دوشنبه ها و چند شنبه ها و پنجشنبه ها. بله، دوشنبه ها و پنجشنبه ها خرید میکنه. یعنی پازارتسی و پرشنبه ها. بله، خرید میکنه. آلشورش خرید کردن. خواهرم جمعه ها اتاقش را تمیز می کند. یعنی خواهرم هر جمعه اتاقش رو تمیز میکنه، جارو میکنه، گردگیری میکنه، تمیز میکنه. تمیز کردن در ترکیه هم تمیز کردنه. خب حالا میریم سراغ چی؟ گفتگو. سلام نرگس جان، چطوری؟ سلام، خوبم، الحمدلله. من امروز فروشگاه میروم. شما میایید؟ بله میایم. ساعت چند؟ ساعت 9:30 خوب است؟ نه، 9:30 خیلی دیر است. ساعت 7:30 چطور است؟ خوب است، موافقم. ساعت 7:30 میبینمت. باشد، خداحافظ. اینو به صورت نوشتاری خوندم تا شما راحت بخونید. اما برای بار دوم کنوشما و کویوروم و به صورت گفتاری میخونم، دقت کنید. سلام نرگس جون. جان میشه جون. اینو خانوم ها به خانوم ها و خانوم ها به محارمشون میگن. بله، سلام نرگس جون. پس می نویسم تغییرات رو. جان میشه جون. سلام نرگس جون، چطوری؟ سلام، خوبم، الحمدلله. من امروز فروشگاه میروم میشه میرم. من امروز فروشگاه میرم. شما میای؟ شما میای؟ یا میاین؟ اگر بخوایم جمع بگیم میشه میاین. شما میاین؟ بله میام. میایم گفتاری میام. بله میام. بذار با یه رنگ دیگه بنویسم بهتر باشه شاید. بله میام. ساعت چند؟ کاچ ساعت؟ ساعت 9:30 خوبه؟ از خط میخوره. ساعت 9:30 خوبه؟ نه، 9:30 خیلی دیره. 9:30 خیلی دیره. ساعت 7:30 چطوره؟ چطوره گفتاری. ساعت 7:30 چطوره؟ خوبه. موافقم یعنی قبول میکنم. موافقم. ساعت 7:30 میبینمت. میبینمت یعنی گروش روز.
ساعت 7:30 ساعت 7:30 میبینمت. گروش روز باشه یعنی تمام، باشد گفتاری باشه یعنی تمام، خداحافظ هوشچاکال. بله، پس اینم تغییرات گفتاری به نوشتاری بود. خب قسمت بعدی رو با هم ببینیم که وقتمون تمامه. خب اینجا میگه کاری نداری یه تعارف هست برای پایان مکالمه، پایان گفتگو. وقتی میگم کاری نداری یعنی من حرفم تمام و من میخوام خداحافظی کنم برم. جواب کاری نداری یعنی نه ممنونم، نه ممنون. کاری نداری نه ممنون، خداحافظ. چه خبر؟ جواب سلامتی. چه خبر؟ سلامتی. این چیه؟ صمیمی هست، دوستانه هست. حدود ساعت 5 خوبه؟ بله. ساعت 8 چطوره؟ اینو برای هماهنگ کردن با همدیگه این جملات رو استفاده می‌کنیم. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز. امیدوارم که خیلی خوب و راحت یاد گرفته باشید. تمرین و تکرار رو فراموش نکنید. اگر میخواید که فارسی شما خیلی خوب بشه حتما تمرین و تکرار کنید. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. هوشچاکالین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حال شما چطوره؟ خوب هستید؟ iyi misiniz؟ من زهرا سمایی هستم، مدرس زبان فارسی از کانال المصطفی قرآن تیوی در خدمت شما هستم با یک درس دیگه از درس‌های زبان فارسی.